من اصلا این کاتسینا رو یادم نبود. حاجی وایسا چند سال من از اولین باری که این بازی رو رفتم میگذره. اون موقع با دسته بازیش میکردم، دارم موسی کیبورد اذیت نکنه. میشد اینا رو پرت کرده؟ ها با اسپیس. خب اینم که با افه. خیلی بازی خوش ساختیه، یعنی اصلا لذت میبرم از دیدنش. اینا فکر کنم سیو بودن. آره سیو بودن. یه مقداری دکمه‌هاش کند عمل میکنه احساس میکنم، یعنی من کنترل رو میگیرم یکم بعدترش میشینه. همین الان داشتم گفتم بازی خوش ساختی. حتی عادت کنم اوکی میشه، یه ذره به این تایمش عادت بکنم اوکی میشه. باز میشه؟ آن گرفت بالاخره. نه خب نمیشه. اینا رو یادم میشد بشکونیمشون. البته این برای کسی که بازی از استیم خریده، نه از VGDL. یکی رد شد. نمیشه. حاجی این دره تو یکشم بود؟ اصلا یادم نبود این رو. اونه؟ نه خیلی سیاهه. اه، اینا قارچ شدن؟ بابا یکاش کنترلر داشتم. من میشستم. یه لحظه ترسیدم. نه دنبال من نیا، همینجا بمون. باور کن من آدمی نیستم که بخوای دنبالش بیای. یا خیلی بیشتر بودن. بقیه‌شون اینجا. وایس دید نه اینا. نمیگفتین؟ Nope. کسی که نمیگفتن. ای دوباره اینه. ای بودو
اون بالا چیزی بود بشه برداشت؟ یعنی اگه نمیافتادم احتمال یه دونه مجسمه بوده دیگه. دوباره از اینا همون بالایی هست. ایسا بکنم گمش کردم. این فکر کنم بسته میشد اگه ولش کنم. آره آره آره. نزدیک بود برینم. نکنم اگه دوباره بازش کنم چی میشه؟ فکر کنم به جز ما بازم بچه بود تو این بازی. یعنی اگه این قارچ، نه من بهش میگم قارچ، این قارچ ها رو فاکتور بگیریم یه سری بچه های دیگه هم فکر کنم بودن تو این بازی. بعد این بازی یه DLC داره، اونو نرفته بودم. اونم احتمالا تو همین چنل دیگه. برق این وقت هست. اینجاست. دکمه نذاشتن که بشه راه رفت، چون خیلی تون تون راه میره. خب الکی نبود که وقتش انقدر زیاد بود. نمیدونم تو این بازی من دنبال چه لوتی دارم میگردم دقیقا. یکی دیگه هم بذاریم. ایوه. نه گرفتم. بسه بسه اینا رو الان یادم اومد. کار خاصی نمیکرد، یه چیز فراتر از آهنگ تو ذهن من بود. ولی چقدر آهنگش قشنگه.
استامینا هم داشتیم. بنده خدا رو جون میده. نواز نمیشن؟ نه. آره مثل اینکه بچه های دیگه هم بودن. این اونور الان یه سرم اون برسی. البته اگه بشه اینجا رفت. فکر کنم اینجا بشه. این برتر. نه نزو زمین. این برو اون بر. یه نگاه اینجا بندازم. بعید میدونم این عکس باشه. کم خودش کشیده. آره. آره. خب اینم از این. چرا دنبالم میان؟ یعنی با یه بغل انقدر راحت خر میشید؟ قبلش ازم مثل سگ میترسید. البته خیلی عجیبن. یه دقیقه از دست در میرن، بعد یه تیکه بهت محل نمیدن، بعد یه وقت صمیمی میشن. فکر کنم مسیر این بره، پس من این بری میرم. حاجی من این دقت نکرده بودم وقتی میدوید جلوی فندک رو میگیری که خاموش نشه. چیزی زیر تخت. فکر کنم این فکر کنم این زالو چیه. نه پای خودم بود. یکی اینه. دره؟ نه نمیشه کاریش کرد. چی؟ نه. مثل که این رد دستا چیز خاصی نیستم. باز میشه؟ واسه یه نفس بگیره. نه نمیشه. آره رو تخت رو نگاه کنید، بچه دیگه هم هستن. پس اینجا برای این بچه هاست. پس موضوع اون قارچه چیه؟ بعد این الان مراقب بچه هاست، چون نگاه کنید بچه های خواب و کاری نداره، ولی ما قایم شدیم. چیزی شبیه مدرسه هست اینجا. نمیشه اینا رو بیدار کرد؟ نه. نکنه آزمایشگاهه، یعنی اینا رو تبدیل میکنن به اون قارچا. نمیدونم. پولش نمیده؟ اون بر نرده است، اون بر نرده.
اینو الان یادم اومد، گشنگی ها خیلی یه دفعه‌ای میومدن سراغش. یعنی قبلش هیچ حسی نداشت، خیلی یهویی میرفت تا حد مرگ. قبلش تو ذهنم اینجوری بودش که یه ذره مثلا دردش میگیره، میریم جلوتر حالش بدتر میشه، ولی خیلی یهویی تا حدی که انگار داره میمیره. اگه نخورم میمیره. نمیخوام نیت کرده دوباره بیام. بعد این نکته، این بچه هم بیداره، یعنی الان اون یارو نه بهش چی بگم، دست درازه اینو ببینه اینم میگیره یا براش خیلی مهم نیست؟ چرا نمیتونم تصویر این برام کنم؟ ها، چرا با این جهت هاست؟ خیلی مسخره است. مرسی، دمت گرم. دور بگم پا میشه؟ نه، همشون شبیه همن. این یکم باز نمیشه؟ نمیگیرین اصلا. خواستم دستگیره رو بکشم ولی نمیذاره. خیلی بیدلیل. واقعا نمیدونم چرا این کار کردم. اینم برقیه. من اینجا برم. آره. از این برم بالا. آره درست. خب این علکی بود. باید اینو بکشم. همه چیزش هم طرح چشمه. من فکر میکنم فقط تو نسخه دوم این چشه هست. وایسا وایسا وایسا. گیر کرده. شاید بین بشه. اینم گیر کرده. میشه انداخت پایین؟ نه نمیشه. اوه، زیادی تاریک شد.
یه سیو این طرف هست، اینم بزنیم بریم. اینو میدونم میبینید اولش همینجوری در میرن. الان یه جا نشسته نه، بعد میری سمتش هیچ کاری نداره، یه بغلش هم میکنی خر میشه. آخه یه سوال برام پیش اومد، اگه اینو بندازم پایین چی میشه؟ خیلی دلم میخواد بدونم چی میشه. برش کن. برای همین میگم دنبال من نیایید. داداش نیومد. بودو صاحبش نیومده. جذاب جان گرفتم. یعنی من از این سنگین ترم؟ نه دوباره اینا نه. امیدوارم شاهکارم اینجا نبینم. زنده است. ببخشید بیا بریم بیا بریم. این بغل باش. وای نمیدونی چقدر خوشحالم. بازم ببخشید. میگم چرا صدا تریکی دانش نیومد. من دوباره هزینه. اینا رو بندازم پایین. نه خوب افتاد. بگه کرد. دست درازه نهید الان. دو تا دیگه اینا. نه شما رو نمیندازم پایین.